با آنکه بسیاری از شهرهای ایران در زمان حمله مغولان نابود شدند، اما دو شهر به صورت معجزه‌آسایی نجات پیدا کردند. اولی شهر شیراز بود. حاکم شهر شیراز به پیشواز مغولان رفت و حتی برای آنها شتر قربانی کرد. فرمانده مغولان با دیدن این صحنه از او خوشش آمد و دستور داد که احدی حق ندارد به شهر شیراز تعرض کند و این گونه این شهر شعر و شاعری از چنگال مغولان نجات پیدا کردند. دومی شهر تبریز بود. حاکم شهر تبریز بسیار انسان عاقلی بود. او نیز به مانند حاکم شهر شیراز به پیشواز مغولان آمد، احترام گذاشت، برای آنها قربانی برید و حتی نوشتن برای آنها شپشکش نیز آورده بود و گفت که از این ماده استفاده کنید تا شپش‌های بدنتان از بین برود. و فرمانده مغولان با دیدن این همه استقبال دستور داد شهر تبریز را غارت نکنند و این شهر نیز نجات پیدا کرد. با تشکر از همه شما.